أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمن در هفته‌های گذشته بعضی از این آیات خوانده شد و مختصراً توضیح داده شد. در این آیات بعد از اینکه الله عزوجل صفات زیبای رحمت و جمال خودش را بیان می فرماید، این مطلب را بیان فرمودند که این حکمنامه و این کتاب مقدس از جانب ذاتی که دارای این صفات والا و دارای این صفات زیبا هست نازل شده. لذا چه کسانی با این حکمنامه مخالفت می کنند، چه کسانی با این کلام پروردگار و این پیام جاودانه الله عزوجل مخالفت می کنند، کسانی که در مسیر کفر و در مسیر ضد و در مسیر عناد قدم بردارند. و بعد الله عزوجل نمونه از گذشتگان بیان فرمود. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. در ادوار گذشته، در قرنهای گذشته، در زمانهای گذشته هم اقوام زیادی بودند، انسانهای زیادی بودند که بسیاری از اونها تمرد کردند، خیلی ها مخالفت کردند با حق و با اهل حق. اما الله تعالی می فرماید شما تاریخ اونها را بررسی بکنید. فاخذتهم فکیف کان عقاب. من اونها را مؤاخذه کردم، من اونها را گرفتار عذاب کردم و ببینید عذاب من چگونه سخت بود. که در هفته گذشته در پرتو آیات توضیح داده شد. بعضی عذابها به صورت صاعقه، بعضی عذابها به صورت زلزله، بعضی ها به صورت خسف و
فرو رفتن در زمین، بعضی ها به صورت سیل و غرق. انواع عذاب ها بر متمردان در طول تاریخ می آمده. اما آیه‌ای که امروز خوانده شد، از این آیه معلوم میشه که الله عزوجل میفرماید عذاب برای این مخالفان و متمردان و منکران فقط در دنیا نیست، بلکه عذاب اصلی، عذاب حقیقی، اون عذابی هست که در آخرت برایشون میآید. و كذلك حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. الله تعالی میفرماید که به همین دلیل، به چه دلیل؟ به دلایل گذشته. ما در آیات گذشته خواندیم که چرا خدا اونها را عذاب داد. 3 چیز بود. یکی تکذیب پیامبران، دوم توهین پیامبران و اهل حق، سوم جدال بالباطل، در مقابل حق جر و بحث کردن، جدال کردن بیفایده بدون دلیل، سعی کردن که حق را و دلائل حق را بی اثر کردن. لذا الله میفرماید به همین دلائل حقت کلمت ربک، وعده رب ثابت شده، ثبت شده، نوشته شده، حق شده. علی الذین کفروا، بر کفار وعده رب برای اونها نوشته شده و مهر زده شده که چی؟ که انهم اصحاب النار. اینها نه تنها در دنیا به عذاب گرفتار شدند، بلکه اونها اصحاب النار هستند. اونها مال جهنمند، اونها برای همیشه و ابدالآباد در اون آتشی که الله در آیات زیادی در وصف اون آتش کلمات تکان دهنده بیان میفرماید همیشه در اون آتش ماندگار میشوند. الله همه من و شما را نجات بده. خب این تکلیف کسانی بود که حکمنامه الهی را نمیپذیرند، کلام پروردگار را نمیپذیرند، قبول نمی کنند. بعد از این ما میخوانیم احوال کسانی را که این حکمنامه را میپذیرند، در مقابل قرآن سر تسلیم فرو می آورند، فرامین پروردگار را قبول می کنند، ایمان دارند. عزیزان اگر فرصت بشه عرض می کنم که ایمان داشتن یعنی چه. مهم هست که ما ایمان بیاوریم. یکیه که میگه من باور دارم، قبول دارم، ولی بهش عمل نمی کند. این ایمان کاملی نیست، انکار نمی کند مثل کفار، اما زندگیش بر اساس زندگی این قرآن نیست، اعتقادش با اعتقاد قرآن فرق میکنه، عملش با اون عملی که قرآن میگه فرق میکنه، اخلاقش با اخلاقی که قرآن میگه فرق میکنه، مرامش، معاشرتش، آداب زندگیش، عباداتش، همه چیزش فرق میکنه. پذیرفتن فقط این نیست که ما با زبان بگیم ما ایمان داریم. این وعده هایی که ما در آیات بعدی میخوانیم که خداوند مژده میده، بشارت میده، خوشخبری میده، این مژده و خوشخبری برای کسانی هست که کاملا قرآن مجید را در زندگی خودشون پیاده میکنند. قرآن کریم، این را باید ما بدونیم که قرآن کریم در همه ابعاد زندگی برای ما پیام دارد، برنامه دارد، درس دارد. مثلا اول اینه که ما ایمانیات را، اعتقادات را، باورهای خودمون را از قرآن بگیریم، از کتاب دیگه نه، نباید از کتاب دیگه بگیریم. مردم کتاب نوشتند،
شاید من ملا و آخوند یک کتابی نوشتم، سلیقه خودم را اعمال کردم. باید باور را، ایمان را از قرآن گرفت. قدیم مردم می گفتن که در کتاب آمده، در تحفه نساء شریف آمده، در نورزلم شریف آمده، کتاب ها تر و خشک دارند، درست و نادرست دارند، صحیح و ناصحیح دارند. لذا اعتقاد و ایمان باید از قرآن باشه. به همین دلیل بین انسان ها، مسلمان ها، انسان های دیگه به جای خود، بین مسلمان ها اختلاف گاهی میبینیم، اختلاف دیدگاه، اختلاف تفکر، اختلاف عقاید، به دلیل اینکه همه به قرآن رجوع نمی کنند. اگر همه بیایند و قرآن را مستمسک قرار بدهند، همه بیایند و قرآن را مرجع و مصدر قرار بدهند و بگویند که اعتقاد ما، باور ما، عبادت ما و ایمان ما بر اساس قرآن، و وقت همه چیز اسلام میشه، همه چیز درست میشه. لذا الله عزوجل بعد از این صفات کسانی را بیان میفرماید که این کسان قرآن را قبول دارند. عرض کردم قبول داشتن قرآن هم عقاید قرآن، هرچی که قرآن گفته به اونها باور داشته باشیم، هم اعمال و عبادات ما طبق دستور قرآن باشد. در گذشته مردم از خود درست می کردند. اگر ما عمل بکنیم اما از خود درست بکنیم، از خود ایجاد بکنیم، اون وقت بالاخره ولو اینکه عمل ما به ظاهر خوب باشد، این بدعتی حساب میشه. به طور مثال الان شما امروز برید در میدان عرفات وقوف بکنید، بگید من میدان عرفات وقوف میکنم، ثواب هست. نه خیر، امروز ثواب نیست، امروز برای شما عبادتی محسوب نمیشه. در همون روز خاصش که در تعلیمات رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، در همون روز اون عبادت محسوب میشه. لذا خیلی وقتها هست که بعضی میگن ما کار نیک انجام میدیم، اما چون بر اساس دستور خدا نیست، بر اساس سنت رسول الله نیست، اون عبادت محسوب نمیشه. لذا هم ایمان طبق قرآن باشه، هم اعمال طبق قرآن باشه، هم اخلاق طبق قرآن باشه. اخلاقیات ما طبق قرآن. خیلی چیزها هستند که یک سری عصبیت های قومی هستند که بالاخره طبق قرآن نیستند. و مثال ها زیاد هستند، اما بهتره که به مثال ها اکتفا نکنیم، اصل آیات میماند. و دیگه این که معاملات ما، الان بعضی ها میگن ما مسلمانیم ولی تو بازار فقط منافعش را نگاه میکنه، معامله فاسده، غیر فاسده، ربا هست، ربا نیست، اونجا منافع. نه، ما در صورتی به قرآن ایمان داریم و شاگرد قرآن و پایبند قرآن هستیم که معاملات ما هم تابع قرآن باشه. معاشرت ما، معاشرت نشست و برخاست هست، آداب و رسوم هست، عروسی ها هست، تعزیه ها هست، بقیه مسائلی که ما با هم دیگه ارتباط باید بگیریم، همه اینها باید طبق قرآن باشه. اگر ما در این مسائل رسومات خودمون را مد نظر بگیریم، باز هم بالاخره ما به قرآن عمل نکنیم. و همچنین حقوق را هم باید طبق دستور قرآن رعایت بکنیم. حق پدر، حق مادر، حق همسر، حق فرزند، حق خواهر در ارث، حق برادر، حق کوچک، حق بزرگ، همه اینها. لذا قبول داشتن قرآن که من الان آیاتی که در اون آیات بشارت هست، نوید هست، خوشخبری هست، به این معنا هست که به تمام دستورات قرآن جزش ما پایبند باشیم. اگر پایبند باشیم، اینجا خدای تعالی چه بشارتی داده، چه خوشخبری داده. الله می فرماید یک گروه بزرگی از فرشتگان
که اونها را حملت العرش میگویند، حاملین عرش، اینها برای شما دعا میکنند. دقت بفرمایید، دعایی که خدا یاد میکنه دعا کننده فرشته هست، نقل کننده دعا در قرآن خود الله هست. به نظر شما این دعا رد میشه؟ قطعا این دعا رد نمیشه، این دعا قبول میشه. الله عزوجل در کتاب خودش از این دعا یاد فرموده که ما مطمئن بشیم این دعا قبول است. پس بیاییم خودمون را تطبیق بدیم بر اساس اون افرادی که این دعا در حق اونها میشه. حالا این دعا را چه کسانی میکنند؟ الله میفرماید الذين يحملون العرش، آنهایی که حاملین عرش هستند، اون فرشتگانی که حاملین عرش هستند. و من حوله، و اون فرشتگانی که اطراف عرش هستند. این فرشتگان دعا میکنند. اینا چند نفر هستند؟ الله بهتر میدوند. در حدیث شریف آمده که حملت العرش، عرش میدونید که مخلوق الله عزوجل است، اما عرش چنان بزرگ هست که تمام این زمین و 7 طبق زمین و 7 طبق آسمان همه جمع بشن در مقابل عرش به اندازه یک خاشاکی هست. لذا عرش را با این عظمت در حدیث آمده که عرش را 4 تا فرشته حمل می کند. در قرآن مجید است در روز قیامت اینها 8 تا میشند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8. وقتی که اتفاقات قیامت شروع میشه 8 تا فرشته. الان 8 تا مفسرین میگه الله بهتر میدونه. 8 تا یعنی 8 تا گردان، 8 صف، 8 لشکر، 8 نفر، الله بهتر میدونه. این اعداد امتحانم برای ما. هر چی که در قرآن و حدیث آمده باید بهش ایمان بیاوریم. بالاخره حاملین عرش هر چند تعدادشون هست، اینها و کسانی که و من حوله، کسانی که اطراف عرش هستند. حالا جمعیت اینها فوق العاده زیاد است. در حدیث صحیح آمده، چون که اونجا در کنار عرش بالای آسمان ها بیت المعمور است. بیت المعمور موازی بیت الله، محل طواف فرشتگان. خوب دقت بفرمایید، از همین حدیث معلوم میشه که تعداد فرشتگان چقدر زیاد هست. اونجا که بیت المعمور هست محل طواف فرشتگان است. در حدیث آمده هر روز 70,000 فرشته طواف می کنند و این 70,000 فرشته که طواف می کند دوباره تا قیامت به اینها نوبت نمی رسد، از بس که بقیه فرشتگان زیاد هستند. این یک تمثیلی هست برای اینکه ما بفهمیم و بدونیم که عدد فرشتگان لا تعد ولا تحصى، بیشمار، بیش از حد اندازه، بالاتر از تصور و تخیل ما. لذا الله میفرما همه این فرشتگان برای شما دعا میکنند. الذين يحملون العرش، آن فرشتگانی که حاملین عرشند. و من حوله، و کسانی که اطراف عرش هستند. یسبحون بحمد ربهم، قبل از دعا تسبیح میگویند همراه با حمد رب. اینجا گویا خدای عزوجل به ما آموزش داده آداب دعا را که دعا وقتی میکنیم اول خدا را تسبیح بگوییم، اول پاکی خدا بگیم. این ادب دعا هست. وقتی که شما دعا شروع میکنید ابتدا شروع نکنید ای الله فلان چیز را به من بده، نه، اول ربتون را تعریف کنید، تمجید کنید. سوره مبارکه فاتحه یک نام دیگرش است تعلیم المسئله، چون در این سوره الله تعالی به ما تعلیم داده چطور سوال کنیم، چطور از خدا بخواهیم.
اونجا یاد داده اول بگیم الحمدلله رب العالمین، تمام حمد و تعریف و ثنا برای اللهی که رب عالمیان است. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خداوند را با صفاتش تعریف کنیم، تمجید کنیم، بزرگیش را، عظمتش را، تسبیحش را، تقدیسش را بیان کنیم، بعداً دعا کنیم. بعداً که تعریفات را کردیم بعداً میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را بر صراط مستقیم هدایت بفرما. پس این روش دعا هست. اینجا ببینی فرشتگان بلد هستند. فرشتگان اول شروع به دعا نمی کنند. الله می فرماید یسبحون بحمد ربهم، ابتدا تسبیح و تحمید رب را بیان می کنند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم یا سبحان الله والحمد لله، اینا هر دو تسبیح و تحمید هستند. و این مطلب را در ضمن خدمت شما عرض کنم که از این آیه هم معلوم میشه و از حدیث صریح هم معلوم میشه که بهترین ذکر که شما گاهی میخواید، میپرسن بعضی عزیزان که ذکر خوب و ذکری که فضیلت زیاد داشته باشه کدوم ذکر؟ همین ذکر که در اون تسبیح باشد، تحمید باشد، تهلیل باشد، تکبیر باشد. 4 چیز: تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر. در حدیث آمده احب الکلمات الی الله 4، محبوب ترین کلمات پیش خدای عزوجل 4 تا هستند. همین 4 تا: تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر. چیه؟ سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. این همین 4 تا هستند. لذا فرشتگان هم همینها را تسبیح ذکر می کنند. یسبحون بحمد ربهم، اونها تسبیح میگویند به حمد پروردگارشان. و یؤمنون به، و این فرشتگان به خدا ایمان هم دارند. یعنی چه؟ ببینی وقتی که تسبیح میگویند مشخص ایمان دارند، مشخصی که اونها مؤمن هستند. اما چرا خدای عزوجل ایمانشون را بعد از تسبیح برجسته فرمود؟ بعد از تسبیح میفرماید اینا ایمان دارند. اهل تفسیر میگویند، بعضی میگن به خاطر اینکه فضیلت ایمان مؤمنین را نشان بده الله تعالی که ای مؤمن اونها مثل شما ایمان دارند. یعنی در ایمان داشتن به خدای عزوجل شما یکسان هستید، مثل هم هستید. اما یکی از مفسرین به نام علامه زمخشری که تفسیر کشاف را نوشته، اینجا یک نکته بسیار زیبایی نوشته. از همین یؤمنون بحمد ربهم برداشت کرده که یکی دیگر از مفسرین معروف است امام رازی میگوید همین یک نکته برای زمخشری کافی است که واقعا این مفسر زبردستی هست و قرآن را خوب فهمیده. ایشون میگوید اینجا خدا یک اشاره لطیفی کرده. اون اشاره لطیف چیه؟ او اینه که ای مؤمنان اونها مثل شما ایمان دارند. یعنی چه؟ ما فکر میکنیم که ایمان ما ایمان بالغیب است. ما خداوند عزوجل را ندیدیم، بسیاری از آثار قدرت خدا را هم ندیدیم، ایمان داریم. بهشت را ندیدیم، جهنم را ندیدیم، عرش را ندیدیم، کرسی را ندیدیم، لوح را ندیدیم. چون در قرآن و سنت آمده ایمان داریم. همه اینها ایمان بالغیب هستند. بعضی از ما شاید این تصور را بکنن که خب فرشتگان تو آسمان هستند، اونجا خداوند عزوجل را میبینن، اونجا همه چیز را میبینن. ایمان اونها با ایمان ما فرق داره، اونها میبینند. اینجا علامه زمخشری میفرماید اشاره شده نه، اونها هم ایمانشون بالغیب است مثل ایمان شما. فرشته گرچه در آسمان هاست اما خدا را نمیبیند. فرشته گرچه مأموریتش را در اونجا انجام میده اما همونطور که ایمان شما ایمان بالغیب هست، ایمان اونها هم ایمان بالغیب هست. گفتند که به این مطلب اشاره شده که یسبحون بحمد ربهم، فرشتگان تسبیح میگویند و حمد رب را میگویند.
و یؤمنون به، و همچون شما به خدا ایمان دارند، ایمان بالغیب دارند، ندیده ایمان آوردند. و سومین چیز الله می فرماید و یستغفرون للذین آمنوا، این فرشتگان برای کسانی که ایمان آوردن، برای مؤمنین از خدا مغفرت می طلبند. برای شما اهل ایمان، برای شما مؤمنان، اونا مغفرت می خواهند، آمرزش می طلبند. با چه کلماتی؟ الله عزوجل اون کلمات فرشتگان را هم نقل فرموده، هم ذکر فرموده. بسیار زیبا و بسیار جالب است. اونها چی میگویند؟ اول همونطور که عرض کردم خدا را تعریف میکنند. آداب دعا عرض کردم اینی که وقتی ما دعا میکنیم اول الله را تمجید کنیم. ما هم دعا میکنیم اول تمجید کنیم، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض رب العرش الكریم. با این کلمات ربمون را تعریف، تمجید و تعظیم، بعداً دعا بکنیم. دعا لطف دارد. لذا ببین فرشته چگونه دعا میکند. فرشته میگه ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما. بار الها، هر چیز را رحمت و علم تو در بر گرفته. چقدر رحمتت وسیعه، چقدر تو علیم هستی، چقدر دانا هستی. اول رحمت پروردگار را و علم پروردگار را تمجید میکنن، تعریف میکنن. وقتی که شما رحمت خدا را تعریف کنید گویا رحمت خدا به جوش میاد. مثلا وقتی دعا میکنی میگی پروردگارا تو فرمودی که رحمت من وسیع هست، تو فرمودی که رحمت من زیاد هست، تو فرمودی که رحمت من هر کسی را شامل میشه. اینها را وقتی که بگی گویا شما دارید رحمت پروردگار را به جوش بیارید. فرشتگان همین تز را دارن به کار میبرند. این در واقع عزیزان نکات ظریفی هست که رب سبحانه و تعالی به ما آموزش میده، به ما تعلیم میده ما چطور باید دعا بکنیم. لذا میگه ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما. بار الها هر چیزی را از نظر رحمت و علم در بر گرفتی. حالا دعای مقصودی، این مقدمه دعا بود. فاغفر للذین تابوا. ببینی مسلمانان، من و شما باید خودمون را مصداق این دعا قرار بدیم. اگر مصداق این دعا قرار دادیم انشاءالله این دعا شامل حال ما میشه، ما بخشوده میشیم. چه کسانی را فرشتگان میگن خدایا تو ببخش؟ فاغفر للذین تابوا. بار الها ببخش آنهایی را که توبه کردند، توبه از کفر، توبه از شرک، توبه از گناه، توبه از معصیت، توبه از نافرمانی خدا. اونهایی که توبه کردند و اتبعوا سبیلک، و کسانی که پیرو راه تو شدند، در مسیر راه تو قرار گرفتند، اونها را ببخش. وقهم عذاب الجحیم. و بار الها اونها را از عذاب جهنم نجات بده. سبحان الله. فرشتگان را الله عزوجل علاوه از اینکه مأمور خدمت ما در دنیا انجام قرار داده، تمام وظایفی که مربوط به ما انسان ها هستند، خدماتی که مربوط به ما هستند، آب و ابر و باران و رحمت و نمیدونم برکات و اینا همه بالواسطه فرشته ها انجام میدن. علاوه از اینکه برای خدمت ما هستند، خیرخواه ما هم هستند. اگر ما در مسیر درستی باشیم برای ما دعای خیر میکنند. و بزرگترین دعای خیرشون اول اینه که وقهم عذاب الجحیم. بار الله این بندگان تائب را، بندگان متبع را، بندگان پیرو را از عذاب جهنم نجات بده. این دعای اول. دعای دوم ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. نه تنها نجات، نه تنها رهایی از جهنم،
بلکه ورود بهشت را هم برای ما میخواهند از الله. بار الها اینها را داخل بگردان در اون جنات جاودانه، التي وعدتهم، اون جناتی که تو با اینها وعده فرمودی، اون جناتی که در طول تعلیمات انبیاء الهی الله با بندگانش وعده کرده. فرشتگان میگن خدایا بر اون جنات داخلشون بگردان. این دو دعا. سومی و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، و بار الها کسانی که از پدران اینها، همسران اینها، نسل و اولاد اینها صلاحیت ورود بهشت داشته باشد، اونها را هم با اینها داخل بگردان. یعنی فقط برای ما دعا نمی کنند، برای ذریه و نسل ما هم دعا می کنند، برای آبا و اجداد ما دعا می کنند، برای همسران و خویشاوندان و متعلقین ما دعا می کنند، برای همه کسان ما دعا می کنند. اما یک شرط اینجا هست، و من صلح، کسانی که صلاحیت داشته باشند. صلاحیت، چه کسی صلاحیت ورود به بهشت را دارد؟ کسی که ایمان داشته باشد، کسی که ایمان داشته، به شرطی که اون اطرافیان ما اهل ایمان باشند. فرشتگان دعا می کنند که اونها هم با ما باشند. بعدا خدا اونها را هم با همدیگه در بهشت قرار میده. از اینجا یک حدیثی تداعی میشه، همیشه اون حدیث را خدمت شما بخوانم. اصل راوی سعید ابن جبیر هستی که از تابعین هست. ایشون میفرماید تحت آیه ربنا و ادخلهم جنات عدن، آیه دیگری هست در سوره مبارکه رعد که اونجا هست و من صلح من آبائهم و ازواجهم، کسانی که صلاحیت از پدران و همسرانشون داشته باشند در بهشت داخل بگردن. تحت اون آیه نوشته که در روز قیامت بعضی از اهل ایمان، هم اهل ایمان و اهل قربت، کسانی که به جای خاصی رسیدن از نظر عمل و تقوا و خدا ترسی و تقرب، کسی که همیشه نماز میخوانده، همیشه بالاخره قیام اللیل داشته، همیشه روزه میگرفته، همیشه تلاوت میکرده، همیشه با خدا بوده، الله عزوجل او را در یک جایگاه خاصی در بهشت قرار میده، در یک جایگاهی که هیچ کس اون جایگاه را ندارد. این را وقتی که فرشتگان میبرند اونجا قرار میدهند، میبیند که سبحان الله همه چیز فراهمه. این کاخ هست، قصر هست، حوری هست، باغ هست، خوراکی هست، انواع نعمت ها هست، همه چیز فراهمه، هیچ چی کمبود نیست. اما اطرافش نگاه میکنه، بقیه کسان من کجا هستند؟ پدر و مادر کجا؟ فرزندان و نوه‌ها کجا؟ برادران و خواهران، خویشاوندان، عزیزان؟ میبینه کسی از اینها نیست، تنها هستم. میپرسه که متعلقین من کجا هستند؟ نزدیکان من کجا هستند؟ بهش جواب داده میشه اونام تو بهشتند، اما اونا در یه جایگاه دیگه هستند. تو چون زیاد عمل کردی، خوب موفق بودی، خوب پایبند بودی، تو در این جایگاه قرار دادی، اونا در جایگاه خودشون. به طور مثال عرض میکنم، مثلا ایشون در جایگاه دهم است، اونها در جایگاه دوم هستند. اون وقت میگه خدایا من هر چی کردم تنها برای خودم نکردم، برای همه کسانی خودم انجام دادم، برای تمام اطرافیانم انجام دادم که همه با هم باشیم، همه در کنار هم باشیم. وقتی که این دعا را می کند و این خواسته را مطرح می کند، الله عزوجل به خاطر کرامتی، به خاطر اعزازی، به خاطر احترام به این بنده مقرب خدای عزوجل دستور میده که اون کسانی اون را، اون متعلقین او را هم بیاورند، اونها را از اون جایگاهی که هستند میارند در کنار این قرار میدن. اونها هم عرض کردم شرطش اینه که اونها هم با ایمان باشند،
اونها هم عمل درستی داشته باشه، اما در این جایگاه نیستند. لذا از این دعای فرشته ها هم همین معلوم میشه که فرشتگان همین چیز را از رب مطالبه میکنند. بار الها نه تنها این مؤمنین را، این تائبین را، این عابدین را، نه تنها اینها را وارد بهشت بگردان، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اونهایی که صلاحیت دارند، اونهایی که بهشتی هستند اما در این جایگاه نیستند، از پدرانشان، همسرانشان و نسل و اولادشان، انک انت العزیز الحکیم، همانا بار الها، همانا تو غالب هستی، هر کاری میتوانی انجام میدی، اما کارهایی که انجام میدی بر اساس حکمت هست، بر اساس عرض کنم که حکیمانه هست که الله عزوجل انجام میده. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل بده که ما مصداق این دعای فرشتگان باشیم. اینجا 4 تا دعا هستن، 3 تا تمام شد انشاءالله، یکی میمانه برای درس های آینده که اینها باز هم برای مؤمنین دعا میکنند، برای مؤمنین از الله عزوجل چیزهای خوب میخواهند. لذا عزیزان بیاییم تلاش بکنیم که مصداق این آیات قرار بگیریم. اون مؤمنی که فرشتگان رحمت پروردگار همواره برای اونها دعا میکنند، جز اون مؤمنین قرار بگیریم. الله عزوجل همه من و شما را مؤمن کامل، اون مؤمنی که قرآن میفرماید و رب انتظار دارد، جز اون مؤمنین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.